مقایسه کنی سلام مسلمان ها را و سلام گروه ها و طایفه های دیگر را. شما خبر داری که 5 چیز در سلام مسلمان وجود داره. اول دعاست. چی است بگه؟ دعای مکمل است. اینطور دعاست که بسیار کامل دعاست، جامع دعاست. چی برات میگه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام الله، رحمت الله، برکت الله سری تو باشه. الله که تو را سالم هم نگاه کنه از گناه، بگه از حوادث، از تکلیفا، از همه رنج و غم سالم هم شوی. یک آدم سالم است خواه الله دیگر نعمت توی چیزها را برش نمیده، باز او قدر چیزتا کامل نیست. و رحمت الله، رحمت های الله هم تو را بپیچانه. اگر این رحمت یک چند روز ادامه کنه باز خلاص شوه، دایم نباشه. و برکات الله باشه که همیشه دایم باشه. جامع ترین دعا است یا نیست؟ جامع ترین دعا است. پس یک امتیاز است که مکمل دعای کامل است. یک. دوم یاد میده، بری تو یاد میده، یاد میکنه الله را. السلام علیکم و رحمت الله، ذکر الله را در ذهنش یاد دادی. نه نام الله گرفته شد، سلام هم نام الله است، تذکیر شد. سوم عبادت است. عبادت نیست؟ اینطور عبادت است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه قسم به الله شما در جنت داخل شدن نمیتونه تا وقتی که در بینتان یکی با دیگه چی نکنه؟ محبت نکنه. همینطور گفته یا نگفته؟ یکی با دیگه محبت نکنه در جنت داخل نمیشه. بعد از او پیغمبر علیه السلام میگه آیا او اسبابی که سبب محبت میشه شما را یاد ندم؟ صحابه کرام گفت بله یاد بده یا رسول الله. چی گفتن؟ پیغمبر علیه السلام چی گفت؟ بگوی افشو السلام، سلام عام بسازه علی من عرفت و من لم تعرف. کسی را که میشناسی نمیشناسی سلام گفته برو. عبادت است، عبادت. دیگه چهارم وجه اظهار محبت است. تو به برادری خود خبر دادی که من خو بری تو یک قدر دوستی دارم، راودار نیستم که ادنا رنگ به تو برسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اظهار محبت کرد. پنجم امتیاز ده سلام، برادر مؤمنم از طرف من مکمل به امن باشی، هیچگاه از طرف من خیانت ضرر بری تو نمیرسه. چرا؟ اعلان کردی السلام علیکم، از طرف من سلامتی بالای تو باشه، قطعا تعرض برات نمیکنم. 5 وجه برای چی شد؟ بگوی تفضیل یا برتری سلام مسلمان است. خب با تأسف از اینمی سلام که سبب زیادت محبت است و الله متعال ما را امر کرده، مسلمان های ما محروم است، بعضی خیش سلام نمی پرته. روبرو که میشه چی میگه؟ خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. این مرده که دغم آمده که لتا خورده اینجا آمده، تو میگی خوش آمدی. البته اگر اول سلام پرته بعد از خوش آمدی بگه این پروا نداره. اول سلام پرته بعد از صبح بخیر شب بخیر بیا بگوی پروا نداره. اما اگر تنها صبح بخیر شب بخیر، اگر تنها خوش آمدی میگی قطعا این طریقه اسلامی نیست، این صحیح نیست. یک تعداد ما خو سلام همه پرته خو. کدام رقم سلام؟ سلامی کابلیا سلام. همینجا تیر میشه قطعی تو رخ برش میگه چی میگه؟ سلامی مرا بپذیر. تو خو سلام بکو که پرتو که ما بپذیر ما روڑی خور. سلام ننداختی بپذیر. نه نداده یو ما میگی بخو. عجیب است. تو خو یک دفعه سلام علیکم و رحمت الله بگو که باز بعد از ما بپذیرم. جوابی شو علیکم السلام بگو. دیگه چی میگه؟ السلام علیکم، السلام علیکم. اینطوری گفته رایسته با وجه درست سلام داده نمیشه. نه الحمدلله یکی از علامه سلفیت چیست؟ بگوی سلفیت چند علامه داره. سلفیت کدام گروه نیست خو، منظور است به نهج و روش سلف آدم عمل بکنه. از کدام جای شناخته میشه که می آدم به منهج سلف بگوی عمل میکنه؟ نمازش که طولانی ببینه نفهمه کی است. ریشی خوب داشته باشه میگه اموسه. سلام خوب درست پرته. در تلفن هم السلام علیکم اول بلو هلو نمیگه. خب هلو هلو نمیگه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و پورا میکنه سلام. دیخی علامه گشته. الحمدلله الله نصیب ما بکنه که یک عملی پیغمبر نمانه. این خود مسئله سلام است. این موضوع
برای ازدیاد محبت و قدرت الله متعال سه. یک آدم خیلی بدم برات سعی میکنه کمی بگوی که السلام علیکم و رحمت الله، امی دست پیشانی چی میشه؟ خلاص میشه. و بالکل واقعیت داره، کینه را از بین میبره، از بین. او در سلام تواضع است. خو اول ابتدا به سلام بکنی، به خاطر که تکبر از بین میره. صحابه کرام شما خبر دارید دو صحابی در بازار میرفتن هر روز قصدن. به خاطر چی؟ بازار خو بدترین جاهاست. گفت اونجا سلام زیاد پرتیم، سری مردم زیاد سلام پرتیم. چرا؟ قطعی هر کس ما ملاقی میشیم میگیم السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. اما اگر انسان داخل میشه که مجمع است، یک سلام کفایت میکنه، باز ضرورت نیست. اگر مجموعه نفر میآید یک سلام یکیش میپرتک، از زمین کلگی ساقط است. جوابشم سلام خودش سنت است، جوابش چی است؟ فرض است. این قول راجح است، راستیام، چرا که حق مسلمان است و این تو بپردازی. اگر کسی سلام پرتاف در این مجمع کلگی نشسته استیم، یک نفر و علیکم السلام گفتی چیست؟ بالکل کفایت میکنه، جواب داده شده. سلام جوابش چی رقم پرتافته شده. قرآن کریم علی برای ما میگه و اذا حییتم، در آن وقتی که شما هدیه پیش میکنی، یعنی با کسی که زنده باقی بمانی میگه، فحیو بتحیت، با یک هدیه، فحیو شما جواب بده، به احسن منها، به بهتر ازی، او ردوها یا باز بگردانه به مثلش. ان الله یقینا الله متعال کان هست علی کل شیء، بالای تمام چیزا، حسیب و حساب کننده. سلام هم که شما برش پس میپرتی او را الله حساب میکنه. خب احسن کدام است؟ احسن است که از کلماتی که گفته تو اضافه بکنی. آدم آمد پیش پیغمبر علیه السلام نشست، السلام علیکم. پیغمبر علیه السلام برش گفت و علیکم السلام و رحمت الله. دوم آدم آمد گفت السلام علیکم و رحمت الله. پیغمبر علیه السلام برش گفت که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوم نفر آمد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر علیه السلام گفت و علیکم السلام. نفر سومی خیلی خفه شد، گفت یا رسول الله ما خو برای دیگران زیادت کردی، گفتی و علیکم السلام، در یکیش گفتی رحمت الله را زیاد کردی، در دیگهش و برکاته را زیاد کردی، او ما که کلی گپا را آمدن کرده بودم نیت نکردی. گفت تو کلی کلمات و خیرات چی کردی؟ پورا کردی. ما چی میگفتم؟ پس برای گفتیم و علیکم. اما سلامی که تو برام گفتی که رحمت الله داشت، برکاته داشت، کلش پس برای تو گفتم. صحیح است؟ نه. یک آدم پیش پیغمبر علیه السلام گفت السلام علیکم. پیغمبر علیه السلام گفت یک چی دانی که برش نوشته شد. دیگه آمد السلام علیکم و رحمت الله، گفت 20 نیکی نوشته شد. دیگه آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفت چند؟ 30 نیکی نوشته شد. ما چرا 30 نیکی نمیگیریم؟ خب اولی یک تعداد مردم السلام علیکم، ما میگه السلام علیکم. نه، باید اگر چی هم منع نیست السلام علیکم تو جوابش بگو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دو طریقه برای سلام است. السلام علیکم الف لام داخل میکنی یا سلام علیکم. سلام علیکم هم درست آمده. بعضی علما میگه که سلام علیکم این سلام مرداست، چرا که پیغمبر اسلام چیسته؟ سلام علیکم مثل در قرآن کریم تبتم چیسته؟ خالدینه. اینه اونجا در قرآن کریم سلام مرده ها را اونجا با سلامون گفته، لیکنی پروا نداره. برای زندان سلام علیکم بالکل درست است، اما بسیار که استعمال شده و راجح است السلام و امر الف لام است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته است. این تو نگوی که السلام علیکم هم الف لام بیاد هم تنوین. تعریف و تنکیر اردوش یک جای نمیشه. الف لام علامه تعریف است او تنوین علامه تنکیر است، اردوش زدین است، جمع شده نمیتونه. خب پس از او خاطر ما باید سلام رواج کنیم و عام رواج بکنیم در کلگی، خصوصا در خانه، خصوصا که زن تنها باشه السلام علیکم و رحمت الله. در معاشره افغانی ما سلام پرتافتن، اوهو مرد به زن سلام پرتاف خلاص شد دیگه. غیرتش کلش از بین برد. حالان که ترگب نیست. سلام موجب محبت است و هر کس باید سلام پرته. هر مقداری که تو سلام پرتافته همون مقدار الله برات ثواب داده رئیس.
الله لا اله الا هو. آل معامله، این معامله آداب اخلاقی بود. خو او این آل بیان توحید میشه. در مسئله سلام اگر یک کسی برات سلام میپرته که او اهل اسلام نیست، اول آغاز سلام نکنی. مثلا امی امریکایا که می سلام علیکم برات میگه، تو شما نگی که و علیکم السلام و رحمت الله. نه، و علیکم بالای شما باشه خلاص. اینمی قدر جواب برش داده شود. در یک مرتبه پیغمبر علیه السلام نشسته بود، یهود آمد و نعوذ بالله حتی در کلام خدا ما می قسم بیادبی و گستاخی میکرد، طوری که پیغمبر ندانه گفته السلام علیک. پیغمبر علیه السلام گفت و علیک. عایشه یا کی رفتن عایشه رو دنها دو دشنام شروع کرد در مقابل از یا. پیغمبر علیه السلام گفت چرا دو دشنام میزنی؟ گفت ولی چرا تو خبر نشدی؟ برای تو گفت که السلام علیک، السلام خب مرگ میگه در لغت از او خاطر مرگ بالای تو باشه. پیغمبر علیه السلام گفت ضرورت به دو زدن دشنام تو نیست. من برش گفت که و علیک. از او خاطر کافر بس اوقات در کلمات و الفاظ خود معنای غلط دیگر اراده بکنه، تو هم برش چی بگو؟ و علیک. آسان گپ ایسته. و یک وقت ابتدا به سلام بالای کافر نکنه، به خاطر که موجب عزتمندی کی میشه؟ از وا میشه. آلی خو مردم بغل اینی قدر واز میکنه، بگه آنجا که میای اینجا به احترامش میخیزه. پرسان نکنی، الله رحم بکنه. دستایشان بوسه میکنه. الله لا اله، الله کدام ذات است؟ لا اله نیست لایق پرستش بندگی، لا اله نیست حاجت روا مشکل کشا، لا اله نیست حاکم تشریعی که چیز حلال و حرام بسازه، الا هو، بغیر از الله. میگه هو در قرآن آمده، چرا میگی که ذکر نیست؟ اینجا خو هو راجع به الله است، لیکن دیگه جای کلمه هو راجع به فرعون است. حالی اگر از هو فرعون گرفته شد ذکر شده میتونه. لیجمعنکم، خامخا شما را جمع میکنه، الی یوم القیامت، در روز قیامت، لا ریب فیه، که نیست شک در آمدنی او روز. و من اصدق، کیست خیلی راست، من الله، از الله، که در حدیث از روی سخن الله راسترینی سخن است. چرا سخن دیگر احتمال خطا و دروغ داره؟ سخن الله از هر قسم خطا و دروغ چیست؟ مبرا و پاک است. فما لکم فی المنافقین فئتین، چه شده شما را ای مسلمانا که درباره منافقات دو جماعت جور شده؟ والله ارکسهم، الله وارا سرنگون ساخته، نگونسار ساخته، بما کسبو، به سبب او عملی ناشایسته که و کسب کردن، یعنی هجرت از دار کفر به دار اسلام نکردن یا در جهاد شریک نشدن. اتریدون، شما اراده دارین تهدوا من اضل الله، که شما هدایت کنید، توفیق بده از اسلام آوردن کسی را که الله متعال را گمراه کرده. و من یضلل الله، کسی را که الله گمراه کرده باشه، فلن تجد، هرگز مخاطب نمیابی له، برای آدم، سبیلا، راه هدایت. الله که کسی را گمراه کنه راه هدایت پیدا نمیشه. سه فرقه شده بودن، یک فرقه در جهاد شریک شدن، یک فرقه منافقین بود پس گشته بودن از جهاد. در بین مسلمانان دو جماعت جور شد. یک جماعت گفت که این فرقه را بد نگویم، عذر داشتن، از او خاطر قطع از معامله خوب شود. یک جماعت مسلمانان گفت نه 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 نه، کسی که هجرت نمیکنه جهاد نمیکنه از ما نیست. این مردم که گیر کرده بزنیش قتل بکنی. در اینجا نظریه امو مردمی که میگفت که یارا قتل بکنی، نظریه از چی بود؟ صواب و درست بود. و نظری مردم دیگه چی بود؟ خطا بود. الله متعال میگه در حقی طور طایفه ها شما دو جماعت اتفاقی با همیتان از بین میبره، ما بین خود گپا را بالا میبره که سبب دشمنی در بین شما شوه، نزاع شوه. از او خاطر الله دستورات اهم برای مجاهدین و مسلمانان میده. شما در مورد این جماعتی که منافق بود در این مورد نزاع را در بین خود جور کردین. نه، کدام فرقی که علامات کفرش بغ میزنه بازم شما میگه که خوب مردم است، خاک در سرش که خوب مردم، بازم شما میگه که کشته نشوه. این طور زدن کنیشه که پرسان علامات کفرش هوایداست، هر کس میدانه، و بازم میگه نه 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 نه، این یعنی رقم شاید باشه، شاید باشه، شاید ها و باید ها را بانه ایجا. کسی که نشانه کفر سرش منمایان شد، دمی فرقی سرش بزن نمانشه. او در مورد از یاد دو جماعت هم نشوه.
اگرچه این موضوع خود او زمان بود که دو مجاهدین دو طایفه شده بود در حق او کفاری که هجرت نکرده بود که خود مسلمان بگرفت خود هجرت نمیکرد. لیکن این حکم عام است. امروز جامعه مسلمانای ما به این مرض آنقدر زیاد مبتلا شده که پرسان نکن. گلبدین در اونجا نشسته اینجا ما بین خود زده میره، یکیش میگه گلبدین اینطور است، دیگهش میگه اینطور است. خب اینطور حالت ها آمده که امید دو نفر سر یک موضوع بحث کرده رویسته، یکیش ملک ثابت میکنه دیگهش کافر. همونطور است یا نه؟ طور چی؟ کسی که علامات کفرش نمایان است نسبت کفر برش بکن، تو گناهگار نمیشی. اگرچه در حقیقت او کافر نباشه، اما اسلام ظاهر حکم میکنه یا باطنه؟ ما مامور به حکم به ظاهر هستیم، باطن به ما معلوم نیست. از همون خاطر بحثای بیجا در مورد کسی کردن خوب نیست. از اعمال ظاهری یک نفر مورد فتوایت قرار بده، خیر و خلاص. در غیر از او دیگه جنجالا را جور نکن. چرا؟ این جنجالا سبب شاخ شدن شما میشه که یک جماعت یک قسم شود، دیگه جماعت دیگه قسم شود. اینطوری کارا را نکنه. یاران ملای سعودی را کافر بگویم نگویم، حالی این جنجالا خیلی زیاد است. در مجلس ها که بشینی نه ملای سعودی کافر است، دیگهش میگه نه. او برادر الله متعال از تو سوال نمیکنه که ملای سعودی را کافر گفتی یا نگفتی. از خود از حال خود آگاه کن. به می گپ شما جماعت در بینتان پاش نشوه، در قلبتان اینمی قدر بغض یکی با دیگه پیدا میشه. این را به خاطر میگم که ما در مجلس های نشستیم که هر دو جانب تا یک سال گپ نزده سر می گپا. آخر با بسیار کوشش ها پس یارو چی کرده؟ ما آشتی کرده. صرف به خاطر چی؟ فلان گروپ چی طور است؟ فلان گروپ چی طور است؟ گروپ ها را چی میکنه؟ گپ از خود بزنه. الله از شما از مسئولیتتان سوال میکنه. در دایره توان و قدرت چقدر فرایض الله را ادا کرده و چقدر از نواهی اجتناب کرده، اینی گپ بازخواست کرده. برو مفتی جور نشده که هر کس کافر تا پقتت باشه. اعمال خود تلکو به قرآن و حدیث که چه طور است، وزن داره یا نداره، عقیده تا تلکو که صحیح هست یا نه. خود بساز. الله متعال از او خاطر مسلمان ها را سرزنش میکنه. فما لکم چی شده شما را فی المنافقین، در مورد منافقا، فئتین که دو جماعت جور شده، یکی تان تایید میکنه دیگه تان میگه که نه یارا باید بکشیم. والله هر کس هم الله یارا سرنگون ساخته، نگونسار ساخته، به ما کسبو به سببی و اعمال ناشایسته که انجام دادن. ارکاس میگه در فرق سر رفتن. این مردم ها یک دفعه اظهار ایمان میکنن و باز میره قطعی کفار یک جای است. مثل که آدم سری پای نره و سری چی بره؟ فرق سر بره. فرق سر بازگشت به سوی شرک و کفر با مثل که سری فرق سر روان باشی. این مردم ها اینقدر جرم مرتکب شده، باز هم هنوز شما حمایه میکنه. همون جماعتی که منافقین حمایه میکرد الله متعال میفرماید او بما کسبو، یا پس نگونسار شدن به سبب کسب اعمال. عملش کدام است؟ هجرت نکردن از دار کفر به دار کی؟ اسلام. این نکته های خیلی قوی است. امروز این آیت برای ما فتواها را آنقدر واضح میسازه که هیچ پرسان نکن. چطور کنیم؟ نماز میخوانم. نماز خو میخوانه، خو الله در او زمان کسی که در مکه اسلام می آورد تا که هجرت به مدینه نکنه مسلمان شمرده میشد. شرط قبولیت اسلامی بود که هجرت بکنه. از او خاطر شما چرا دو جماعت شده؟ اتریدون ان تهدوا من ضل الله، آیا شما اراده داره که هدایت کنی کسی را که الله گمراه کرده؟ او ظاهرا چیخ میزنه کلمات شرک و کفر میگه، تو میگی نه مسلمان است. او ظاهرا مسلمان هم کشته رو ایست، تو میگی نه نماز میخوانه. و من یضلل الله، کسی را که الله گمراه بسازه، فلن تجد له سبیلا، هرگز تو رای هدایت برش پیدا کرده نمیتونی. ودو این مردم دوست داره، تمنا و آرزو داره، نهایت آرمانش است. لو تکفرون، اگر شما کافر شوی، کما کفرو مثل که خود کافر هستن، فتکونون سواء، شما دمی مسئله کفر امرای از و بالکل برابر هم نوا باشه. فلا تتخذوا، وقتی که یک قدر کینه داره، تلاش داره که شما را مثل خود بگردانه، نه 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 نه. فلا تتخذوا، نگیره منهم از یا اولیاء به دوستی،
حتی یهاجروا تا ای که هجرت بکنه فی سبیل الله در راه الله شرط اسلام بپذیره. اگر این مرد که واقعا مؤمن است دست از مبارزه با اسلام بکشه در پالوی در صف کفار استاد نشوه بعد از باز بگو در وقتی که در صف کفار استاد است مسلمان کشته رئیس باز میگی که مجاهد است شهید میشه کدام رقم شهید؟ شهیدی چی؟ شهیدی دولت یا شهیدی راه الله؟ حتی یهاجروا فی سبیل الله تا که هجرت کنه در راه الله. فان تولوا ورگه راست کردن روی گردانی کردن از هجرت کردن فخذوهم مبرد الله میگه مبرد میگم بگیرشه وقتلوهم بکششه ولو که در زبان خود چیغ میزنه لا اله الا الله میگه حیث وجدتموهم در هر جای که یافتشه ولا تتخذوا منهم ولیا نگیری از جمع از یا ولیا دوست رشته داری رقت شروع نکنی ولا نصیرا امدادگران برای خود نگیری که ما را امداد کنه هیچ ضرورت نداریم به اینطور مردم ها. الا الذين يصلون بله با دو طریقه اینطور مردم ها باز قابل کشتن نیست. کدام؟ الا الذين بجوز از او کسانی که یصلون الى قوم که وا پیوست هستند به اینطور یک قوم یعنی صلح معاهده داره با یک قوم. کدام قوم؟ بینکم و بینهم که در بین شما و در بین همو قوم میثاق وعده محکم است صلح داره. نه کدام قومی که شما قطعش صلح داره امی مردم رفتن قطع از وا پیوستن آلی برای شما جایز نیست که یارا قتل بکنه. در صلح حدیبیه پیغمبر علیه السلام اعلان کرد هر طایفه‌ای که با مشرکین دست هم حلیف میشه قسمی میشه قطع از وا شود. کسی که ختما میشه ختما شود. از همون خاطر کسایی که با مشرکین اما قسمی شدن وارا مسلمان ها قتل نمیکرد. چرا؟ تعهدات صلح حدیبیه قتل کفار یک جا شده بود. در جمله معاهدات یام بود که هر کسی با امرای شما پیوست ما او را غرض نمیگیریم. اینجا الله از او خاطر میگه کسایی که پیوست میکنه خدا رشته خدا قایم میکنه امرای او طور قومی که قطعی قوم شما چی داره؟ صلح داره. اونو مردم آواز کشته نمیتونه. یک وجه دوم او جاوکم حسرت صدورهم یا میاه برای تانمی مردمایی که هجرت نکرده میاه در پیش شما حسرت صدورهم تنگ است سینه های از وا بسیار تنگ شده ای قاتلوکم که قتل شما جنگ کنه او یقاتلو قوم یا امرای قومی خود جنگ کنه خوش نداره نه با شما جنگ نه با قوم یک طایفه ثالث خود جور میکنه اینی مردم شما نکشه. ولو شاء الله لسلطهم اگر الله میخواست یارا مسلط میکرد علیکم بالای شما فلقاتلوکم امرای شما جهاد میکرد لسلطهم وارا مسلط میساخت علیکم بالای شما یعنی وارا دلاور و دلیر میساخت علیکم بالای شما فلقاتلوکم خام امرای شما جهاد میکرد لیکن الله متعالی را نخواسته بود. فین اعتزلوکم اگر شما کناره میشه از پیش از وا فلم یقاتلوکم جنگ امرایشان نمیکنه و القوا الیکم السلام شما پیش کنی بسویشان السلام صلح را فما جعل الله لكم علیهم سبیلا نگردانید الله لكم برای شما علیهم بالایشان سبیلا رای گرفت و قتل ایره الله برای شما روانه کرده. چرا خودشان آمد از جنگ کردن تنگ شده و اینجا خود کناره کرده از بعد زمین. فین اعتزلوکم اگر می طایفه خود کناره میکنه نه جنگ با قومی خود داره نه با امرای شما از او خاطر میگه فلم یقاتلوکم امرای شما جنگ هم نداره و القوا الیکم السلام بر شما پیشکش میکنه صلح را فما جعل الله لكم نگردانید الله برای شما علیهم بالایشان سبیلا رای مؤاخذه را رای قتل و گرفتن و اسیر کردنشان این از شما الله براتون اجازه نداده. چرا؟ به خاطر که خود آمدن مطالبه صلح کرد شما صلح کرده و وفا به عهد و پیمان چیست؟ فرض است. کدام پیمان و قرارداد که امضا شده پورا کردن از او جمله تقواست. الله کسانی که پیمان عملی نمیکنه او را دوست نداره. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین.